مهمون داریم. سیدنی کیه؟ کی اومده؟ کسی داره میاد؟ مهمون داریم. باباته، مامانته. کاری که همه ماها وقتی سگامون طولن انجام میدیم. سگای ما از اولش که به زنگ در واق نمیکردن، به ورود مهمون ریاکشن و هیجان زیاد نداشتن، فقط گوششون سیخ میشد وقتی زنگ در میخورد که کنجکاو میشدن. خب چه کسی داره میاد که یه امر کاملا طبیعیه. واق و ناهنجاری نداشتن. ما هممون شروع کردیم بهشون ریاکشن دادن، بهشون هیجان دادن، همش صحبت کردن و ایجاد احساس مسئولیت. شما فکر کن وقتی زنگ در میخوره همه دارن سگو صدا میکنن، سوفی، سیدنی، کوکو، کوکی، کی اومده؟ مهمون داریم. و موقعی هم که مهمون وارد در میشه، قبل از اینکه بگه سلام امیرعلی، سلام محمد، سلام علی، سلام ندا، سلام زارا، سلام شیما، اول شروع میکنه سلام کوکو، سلام سیدنی و مستقیما با سگ ریاکشن میده. خب سگ با خودش فکر میکنه هر دفعه زنگ در خونه میخوره همش منو صدا میکنن، اون آدمی که میاد تو خونه هم باز دوباره منو صدا میکنه. خب پس با من کار دارم دیگه. یواش یواش احساس مسئولیت میکنه و به زنگ در واوا میکنه. این کارو هیچ وقت انجام ندید. اگر هم دوست دارین راه درستشو بدونید، کلمه راهو برام کامنت کنید تا بهتون بگم.